نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگی تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض. تا دم مردن ما نماز میخوانیم، تا دمی که خدا خواهد داریم جان. چی راست ایستاده میخوانی، چی شیشته میخوانی، چی خور رفته میخوانی، بخون نمازه. نماز حق نداری ترکنی. من کسل شدم، من فلان شدم، من پیستان شدم، من بلیسنده خوام و کار گرفتستم. این بهانه نیست. یاد نبرد. اگر بهانه می بود ایوب علیه السلام، خدا ایوب میبخشید. ایوب علیه السلام بین میدانی چند سال کسل شد؟ 18 سال خدا خواهد بالای تخت سنگ نخواه رفت. حالی ما کسل میشیم بالای دیوانی مولای مکه. با 6 تا بچه درگیرت پروانه. چی میخوری چی حال میکنی؟ بیچاره یک تا زنش خدمت چه کرد؟ 18 سال این نماز نمود. پگاه حجت میکنه خدا. چشمات کفته میگیره. ولی پیش خدا بلگو که من خدا پاچکم در میکن نماز نمیخوندم. پیشام من میداشتم نماز نمیخوندم. یا یک باد بورمدم استاد گوزک بدم فقط نماز نخوندم. گو خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد ایوب علیه السلام حجت میکنه. من ایوب 18 سال دادمش برای چیز عبادت من نکرد. چون نمازی من نخوندی؟ آدم عذر داره. من نگو پخته گوشت گیر. کسی عذر داره که پیشاش دایم رفته نیسته. پرستاتیت میدونه کسلی. بعض سوزاک میشه. سوزاک از زنا میشه. همین زناگرش خدا خواهد بلا میزند. همین زناگرش زنگ باز شدی خدا خواهد انشاءالله دخترای مردم فیلپ کردی خدا میزندم. سوزاکت میکنم خیل، سپیدت میکنم خیل. خدا خواهد بلا و بدتر زدن نگیره. کسی که همین کسلی ها داری هر یک نماز نتارت میکنی علاهیده. بامداد نتارت میکنی تا برمدن افتا نماز است. امام اعظم رحمت الله علیه وقتی نماز که دور متارت کرید اگر پیشوت خدا خواهد تمام شیم ترک را پرتویه. جای نماز رخته برام نماز درگی نترس. نماز خون. نماز افتا که برمد نماز بامداد ادا شد با پیشین یک تا تارت میکنی اما لباسات عوض میکنی. یک زن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله من خون استحاضه هستم. زنها با سه خیل میشه. حیض است، نفاس است با استحاضه. استحاضگی یگان رخچشو میکند دایم ازم گویا که از رحم شو از همون خدا خواهد شرمگاهشو خون میریزد. وای من کننده هیچ چیز نیست نکوه یاد نه یاد نبرارم و یارم. یک زن اومد که یا رسول الله من خون استحاضه شدم چیکار کنم نماز ترک کنم یا نه؟ رسول اگر خونت با بالای بوریا ریخته برام نماز ترک کردن حق نداری. رفتن بگیره وای خدا خواهد بادت برمدن بگیرد بینید خون اومدن بگیره نماز خواندن بگیری. بعض صحابه زنهاش گفتن که رسول الله گفتن وقتی که ما استحاضه میشتیم هر خز داید تگکم نه تاغرم نه نماز میکنیم چون محمد زناشم من نکرد ناشم. نگفت که تو تمام این اومده سمی عموما تنه نماز ممکن نیست. میگه برای خون زیادی رفتنش تا پا مونده تاغره میمدیم خون استحاضه مو ریختن بگیریم نمازی پیشینه میخونده. میگم تا یک جای خیلی فتوای دروغه نمیترسی خودت فتوا میبراری. گویا که من کسالم که تمام من فلان جان در نکه من نماز نمیخونم. من کی فتوا گرفتی؟ کی؟ خدا نمیترسی خدا خواهد انشاءالله که یک عالم زور بره و فتوا گیر. نماز من نگم یگان مردان فتوا نیست. فتوا همین است که جانت میبره تمام خلاص میشه. شیشته خان دیگان باز زده خان خور رفته خان چی خیلی باشد خان. اگر عذرت بسیار زیاد باشد من دختری از شما را گفت که شما گفت کسر شدی گفت بیمار هستی گفت که مدت 2 ماه آبازی نمیکنی. سوال پیدا شد گفت من 2 ماه آبازی نمیکنی. من چیکار کنم دیگه سوال میشم من نماز خون هستم وقت دختر من چیکار کنم اگه 2 ماه آبازی نمیکردم اون دست من رسولم خدا خواهد خوب کم میکرده یا که کسلیم زیاد میشته. فتوای دانا فتوایی که خداجو باشد گیری شما با تعمیم نماز تا میخونی یاد نبراد. هر یک نماز نه تعمیم میکنی. تعمیم اونم جنسی خاک میگردیم چپون نمیشد کورپچن نمیشد سنگ نمیشد دیوال نمیشد کلوخ نمیشد. یک بار ضربه میزنی یک بار رو تنه توزه میکشی چون که رو فرضه. داریم
دستات با آستین آرینجا بالا میکنی، با یک بادگه زده یک مسی، بعد دستی راست نه دستی چپ نمیکشی، الله اکبر، نماز ارگی نده. همین دم گردن ساکن نمیشه. مبادا زنت خدا خواهد بیمار شید. وایم همین فتوا است. جاگه خوابی هم من نمیکنه. جاگه خوابی میکنی، بعد جاگه خوابید برای آبازید یک تا تعمیم میکنی. اسلام عادی چیزایی شما خبر نداره تعجب میکنی. زن دم اگری واقعش که همون کسلی دیگه کسلی ها باشه و جاگه خوابیش هم من نمیکنه. زن باید همیشه تیار باشد. افتمت واری در کاش میخواهد خواب میری مبادا دکتر بگی تم مقدر یک 2 ماه 1 سال اگر آوازی نمیکنی 1 سال به تامین آوازش آوازی های، نمازش نماز های، خوردگیش حلال های، زندگیش خدا خواهد جنت های. خیلی فتوای دروغ نبرای ختنه خدود چا نکا خدا خواهد انشاءالله. حالی بایا بیرفتیم روز قیامت، بای بچه ها پلدارا کروتای ها امروز خدا خواهد نماز نمیکنن، دخترهای مرد مفیرت دارن، پرسند دادستی هم با خدا نمیترسن. انشاءالله کفته میگیره چی بوده خدا خواهد. حالی وقت ساعت داره. ولی همین بایم اگر روز قیامت برای نماز نخونن خدا میگفتش خواب تو چی بدیته؟ شما برای چی نماز نخوندیته؟ گو هم من بای بدم، هم مال دبی رفتم، هم مال ژاپنیا رفتم، این کود رفتم، یک کود رفتم، فقط پول جمع کردم. باب ملادس کردی، خوب کردی، برای زیاد فایده خودت کردی. برای من چی کردی؟ میگه خدا خواهد چی کردی؟ من سلیمان بای دادم. سلیمان علیه السلام میلیاردر دنیا بود. ولی اگر دنیا یکم باشه همه بهترین، همه بایگری روی دنیا در دستش بود. میگه چون ای نماز نموند. برای چی با فرعون گفت؟ چون که فرعون پادشاه بود، پادشاهی داشتش، تمام خلق ظلم کرد، نماز نخوند، فرمان خدا نکرد، ابدالابد دوزخی بره. کدام وزیرهایی که روی دنیا وزیر هستند مبادا فرمان خدا را نکنند، نمازش نخونند، نبخشد خدا. این کلگی کاراش در این دنیا صاحبش میتید، آخرت نیست. خواهم من گنده بینن، خواهم من بد بینن، تمام ایدن. این بای بچه ها من خدا خواهی بکشم. فرمان فتوا حکم است. ایاد نبراد بایستی بخت هستی خدا خواهد. نماز خدا خون، اول فرمانی خدا خون. خدا خواهد کسی که بای بچه کار میکنی، نمازی پیشین تا تو فعل بیزنس سودا و دکون تنگ میکنی، خود زندگی حرامه. تا اول فرمانی خدا را کن. در دوره های حضرت عیسی بین، حضرت عیسی دوره هاش نه یک زن بود میگد ما زنهاری هم قابلیت نداریم با مرد کاشیدن. زن بود میگد خمیر کرد، نانش در تنور بس. دوری حضرت عیسی داشتگی واقعه بس میگد تنور نانش خوب گوش داد. بچهش میگد کودکک میگد با گردک بود. وقتی نمازی پیشین شد ترک کرد، میگه نام بستگی زنی ما و شما خدا کنه میکنه کراشک بره پرسش خدا خواهد. نماز خوشم با فتوا برادیان، نمازی زنک ساعتی 2 اگه جا دیدی فتوا را نمازی زنک باشه مردک بختر یا خدا تعالی نمازی جنسکا موزیکا که جدا کرداد بی وقتاشه. فقط زنک یک مردک، زنک 3 نمازی عصر میدره خدا خواهد. کفر اگر 3 2 تا نماز در یک جا جمع کرد گوزن تام یک تمام. همون مسجد آورد یک تابلت زدی همون نماز زن تا گو خیس کاری دنیا تا پرتا. میگه نماز نه دور من. میگه شیطان اومد گفت که ای گفت زن نونات سوخ، گفت که نان فدای جانی خدا بود. نماز دوام داد. بچه‌شو گرفت در تندر انداختش گرفته تندر انداختش. گفت که بچه در تنگاتی، بچه هم گفت فدای جانی الله بود. نماز تمام کرد. میگه همه حالت میگه شوهرش بیرون اومد که میگه زنش نماز خونده است، حالنگی نانا پختگی بچه در درون علام همین خیلی مثل یعنی بالم لخچه ها بازی کشیده است. حیرون شد. در طرف حضرت عیسی علیه السلام آورد گفت عیسی گفت رگت بین گفت این واقعه بی گفت این چیز بی. اومد حضرت عیسی که نانا پختگی نسوخته است، کودک در درون بازی دارد لخچه ها سنگچواری. بعد گفت یک لازم شد یک زنی شما که صحبت کنین این چی اخلاق چی این چی عمل داشته باشه که الله این کرامت دادش. کرامت حقه خدا خواهد انشاءالله. بعد نماز ادا کرد چیزی گفت بنده خدا بگو چی خاصیت داری که خدا این درجه حال بعضان این افسانه همی دیگه میخوای قبولش که خواهی نکنش فقط جزا مقرر اکسد مادم.
بعد گفت که چی عمل داری؟ یکم گفت کاری آخرت ای دنیا پیش میدارم. گفت وقتی که کارخونه رفته ساشون، وقتی نماز شد بانگ اذان شد تمام ترکش میکنم، نماز نمیخونم. دیم عمل چی گفت؟ دیم عمل گفت با قسمت خدا راضی هستم. چی خدا نغزین دیده، بعدین دیده، خوبین دیده، چی قدر ناز و نعمتون دیده، شکرانه میکنم. ما شما میلیاردرم ناشکر هستی خدا خدم. دستون کفشید جانم میبلاید. در آبا میدهید کتت در، نه زن نفورد نه بچت نفورد. ای سر نمونه پول مول، این حیات یافت نمیشه، این عطد یافت نمیشه، این افت یافت نمیتونی. ولی خدا خد پفته برفته 70 ساله 80 ساله محتاجی ویته پول با بعدش پتن میزوکتن سر تا میخده عطد ای پتن افضله، اپت ای پتن افضله، یا زن تا پتن افضله. بینین شما عزیزانی من، یک چیز میدکشا بیچاره پدر خدمت چه که این میلیاردرت میکنه، بعدای همین تو میلیاردر شدی، بعدای همین خدا خواهد انشاءالله خدای خانه زیبا ساختی. یک تا دوی چپت کنه جوانی مرد میشه. گفتد بونم یک تا دوی چپت کنه خدا خواهد ای دولتمون، ولی دعا کرستیم بسیار میشنام من. ای ماشه که روز یک مصطفی که صحبت کنم بسیار آزاج میده، گفت که ای هیچی نبینم، ای خدا خواهد بچه هاش بینه میکشه بچه یکات. باقی روز یک صحبت شنیدم بسیار غمگین شدم. بیچاره پدر کسل یک جایه افکارش نمیدادی، میره روزا تو ای وای خوک شاه خوک بونیش میکنی، این تورات میشکنه همه جا رسوا میکنه. این خدازه این به ایمانی از که این زاید نیست. ما هم کک روز شدیم، هم روزا هم زن گیریم خدا خواهد اپاش پافته میره کو دختر شوکر خدا خواهد اپاش در موسر میمروی خود به همون کسبه امروز در همون جا شده بلای هواش ما زده سده. بیچاره نونش نمیدادیان که این تورات میشکنه و هم بجا رسوا میکنه. خدا خواهد خودم انا اون خیلی گشنه اوزار میمری، انا اون خیلی خدا خواهد در بجک میمونی، بچه و کهلنت آشو دوغن دنبه ششتک میخره، چشمات جوزار زده نمبری تو در بود گمانه. تو بازی نکن اسلام کتی بازی نکن خدا خواهد، بازی با جورت کن. امروز اتتا تو حرمت که اپا تحرمت که خدا خواهد انشاءالله. سئم چی گفت؟ دائما به طهارت میگردم. گفت هرگز به طهارت نمیگردم. گفت دائم به طهارت هستم، به طهارت باش دائم. جنگی اسباب شما کشایش میدادگی کار شما طهارت است. کسی که به طهارت میگرده من ما تعالی وضوئین کان میگه شهیدن، کسی که به طهارت میمرد شهید میشود. خواهی حال دما شهید آرزو دارن فلان جارم شهید شم، فلان جارم کار کنم. نه که شهیدی امروز در چی است؟ در دستی ما و شما است عزیزانی من. ما چقدر میتونیم خدا خواهد انشاءالله شهید شدن ما و شما خدا خواهد حرکت کنیم. برای همین انشاءالله خدا خواهد عبادت بکن، از عبادت رهی نیست. به نماز دشمن خدا است. من ترک الصلاة متعمدا بقی فی النار الحقبه 80 سنه. کسی که به نماز میموری پگه خدا خواهد حجت هم نداری، پاسپورت هم نداری، یک نمازی که قصدن تر میکنی 80 سال در آتش دوزخ خدا میسوزد. همین ملعون شیطان میدونه کی میگریزه، ای به نماز میگریزه. همین ملعون شیطان میره یه روز به یک آدمی کتی راه میبرن، سفر میبراین، قزاقستان میره، شب ساعت 1 شام میشه، خواب رفتگی میشه که شیطان میگریزه. میگه که کجا میگریزی برادری ساعت 1 شب نه من در این تاریکی پرتافته کجا میری؟ گفت من بی بدبخت تو در یک روز 5 بار فرمان خدا نکردی، 5 وقت نماز نخوندی. من 1 بار فرمان خدا نکردم، 1 بار نکردمش، خدا من درگاهش رانده کرد، ملعونم کرد، مرجودم کرد، مردودم کرد. مواد و بلا نه در کسافت دیدم منم گریزم، بلا نزنفت میگریزه شیطان. چون که شیطان سیز بالله خدا نمیگه انه یامر بالسوء. شیطان فقط با بدی امر میکنه شما را. به نمازی عرق خری زنا که مست مقصد شوه. چون با توفیل آدم رانده شد، با توفیل آدم رانده شد، قسم خورد بعد خداوند گفت آدم سبب شد من رانده شدم. من گفت مقصد 3 تا مقصد نمیتی. گفت بگو. گفت چی میکنی مقصدت؟ یکم گفت تا قیامت عمر ما دراز میکنی. گفت آخرون منو میکشی. خواب دادم. دویم گفت رگ خونی آدمان من رگ کرده میتی. گفت من رگ خونی آدمان میگردم. گفت وسواسو کردن میگیرم حوار خاطر جمع نباید. الله گفت من تا جون دارم گفت یا میبرم. وشته در گوش زینا که میگه اراخر میگه دزدی کنه شیطان گفت شه
خدا قرآن گفته که زینهار زینهار امر دشمنی بدخو را مگیر که شیطان تو را به دوزخ پرنار میکشد. زینهار نگی گفتی بدبخته، گفته ای خدا کنی شاد شوی، گفته ای شیطان کنی خار شوی. اگر الله گفت کنی خدا خواهد فرشته میشه، اولیا میشه، صاحب حرمت میشه، صاحب درجه، صاحب ملک، صاحب پول، همه چیز خدا میتید اگر خدا را راضی شوید. شما نمیخواین چیز خدا خواهد انشاءالله. شما شرمنده شدن میخوای بین مردم، آبرو تریزوندن میخوای یا نمی از زنا کردی آبرو چی؟ برای زنا همین حضرت یک کتاب امشب سخنش مطالعه کردم. کدام جوانی که گفتن پخته گوشت بگی مبادا زنی شوهردار کتی اگر زنا کند، زنی شوهردار کتی زنا کند، خدای تعالی روز قیامت نصف امت محمد عذاب چه در بالات بار میکنه. نصف امت عذاب چه در بالات بار میکنه خدا سبحانه و تعالی. اگر مبادا مردک شوش بدونه که زنش به همین رای بد رفته ساده و خاموش سکوت میکنه وای دیوسه، دیوس جنت نمیدره. ولی بعض زنها من شنیده ساده میفتست که مردک جان اگه پلدا شدی زنا کو کار که کسی نگیری بانی کد دیم زن نگی کار که مالی زنا که بلا زن تستمر خلاص شما تو میگی کوری کرا با زن نگیری در قول من. اینا بین این زنا مردک میکشه خدا خواهد انشاءالله. چون که مردک خدا خواهد بلا خریدن میگیره با پولش، خدا آفت بالاش دادن میگیره. برای راست رفته ساده زناگر باشی یا برای چپش نبرته خیلی خدا هم خیلی خدا خواهد قدرت داره، او سلطان هر چی خواهد او کنه. زناگر همش بلا زدن میگیره، خونت اومدن میگه نه که کاره دیوس نشه خدا خواهد انشاءالله. زنی خود تا خدا خواهد انشاءالله زن که زن تا حرمت که عزت که. چون برای چی امروز من سوال میتونم داملو امروز چه بچه ها زن ها محبت نیست؟ برای چی نیست؟ چون که گپای خنک داری همت یا نداری؟ کدام روز هم میره زن تا گوش خودم زنک جانجه بیاک بشی هم عجایب یک صحبت شد یک دمک صحبت نه وقتت نیست. بو بعدش میرته که هم گپا نشنه با زنک که چطاق میشه. بابا میری بعضی گپا زنها نگو که اگر زنک بار میکنه ایرو اسلام زندگی کنه کو مزه کر زندگی میکنه. همه شرع او شای بریم براده بکی قانونه و زنک کوچه ممکن است مردی بگولت نش ممکن است بی او شمیدو هیزم شم میکنی علاو شم میکنی بچه بغل میکنی این زنکان گنده وزی به مردی کاری کسیش داری برای سعودی چینده بیا برای خونه پتروف نخلاقات و ای که مردی کاری که برای پول یافته بیا پول در دست بعضی با مگزین دم زنها شکسه به نامسه ای مردکی تطاقی داری تو برای پیشی میونه مردکو اور نداری با چی میفته پیشی حکیم تو برای کم ای ناموس نداری تو پیشی حکیم سرچ میکنی حکیم کیه مردی بگونه ولی رفته سیری خونه تا براده سه بنده برسه با تو زنی کی هستی؟ از زنی عبدالله جان هم مرا با امروز میگه درود مرا با امروز مردک شده داشته جای با بچه خونن دکو اگر وای با خرسد میشه هم مرا با امروزی مردک شدگیش ای توی نگاه که توی میلیون مولد صرف داره ای پشی فسو بیا جنگ او خود جنگ وای برای بیچوره های کسی بای هستی هم او خود اخری بر تو حرامه وای و دولت برای بیکسا یتیما زندگیش وزمین آدما بایا با پریاد میگرفتیان چی میگرفتیان همجا 100 روبل میفرسونده و بسپریری این رئیس یارم خورم بعد چکا میکنه بعد او پلا با گرفته بعد چکاش اقدا نمیترسی دولت خدا خواهد 5 میلیون پول دو دست داده ناموس نمیکنه حقی مردم حقی بیچاره در خدا کنی ولی خدا کوتن زده میبرونه چیزالی حکومت الحمدلله چقدر غمخواری داره این رئیس ها چیکار داره خدا نمیترسی در وقت چی پول تا ساده زندگی تو جمونده ساده حسابی دولت با مردم چه تلت آراز میکنی چه مردم اخشا با میکنی خدا نمیترسی پاره الراشی و المرشی فی النار کسی که پاره میتیا پاره میگیره جا دوزخه خدا نمیبخشه تا آره نشه چی معلم هستی چی رئیس هستی چی هستی از خدا بترس مردم خدا خواهد پول ماشت تلت آراج دکن این نگذره 10 سال راهبری میکنی 15 سال راهبری میکنی با چی میخینی بعد فقط اگر فرزندکات همون چیز خورونی خدا خواهد نمازاش هم قبول نیست از راه حرام خوردگی عبادت خدا قبول نمیکنه حیات نبران از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد